معلم معاونی رئیس شهر نگارخان غفارزاده. بعد از تحقیقات رئیس شهر میبریم تیر مستقیم یک بار نباشن. نه معلم تایران اکرامون برای. سن اینا رئیس کمیسیون. من داوودم باید. زنده باشه وطن تاجیکستانی آزادی من. درود میگم برای همه شنونده‌های کند اف ام و ما فعالیت کاری خود رو رسما شروع میکنیم و من دلیل موملی هستم. اولین راوی و اولین گوینده در این برنامه، در این بخش و در این موج 87 اف ام. شنونده عزیزی کند اف ام، همگی پس از چند لحظه دیگر، پس از چند دقیقه دیگر ما با تبریکات رئیس شهر کنیبادان ظفربک دولتزاده فعالیت رسمی این رادیو رو بار دیگر شروع میکنیم و شما در این موج میمونید، از موج ما دور نروید. پس از چند لحظه دیگر ما دوباره به ефір мустақим пайваст мешавем. Шумо Канд FM бешунавед. Понимаешь, вот эта мотивация, интервью хаму одам шояд як каси дигар рух баланд мекунад. Да, хай умру шояд 2 соли дига, шояд 1 соли дига боше. Зачем это тебе надо? Но понимаешь, вот это, оно дает мотивацию. Мотивацию тем, кто, например, вот интересно, что вот почему человек учится. У него есть стимул к жизни. حتی اثبات شده است که مثلا همون 30 ثانیه اول که شما در بخش خبر نتونستید که شنونده را جلب کنید، حتما باید به شبکه دیگر میگذارد. برای همین خیلی مهم است همون لید یا سرخط خبر شما باید که شنونده را جلب کنید. باری دیگر هم درود با کند اف ام، خوش آمدید. زیورشا محمد هستم و منم مجری یا که برنده موقتی این برنامه هستم که برای نخستین بار امروز با شما هستم. اما از فردا یا که فرداهای دیگر بچه‌های محلی که هستند تجربه چندانی هم ندارند و با شما صحبت میکنند. امروز ما برای آنها یک برنامه رو به طور تستی، برنامه پیلوتی رو برای آنها پیشنهاد میکنیم و تا که تجربه آنها بیشتر شود. و نخستین شنونده ما هم پشت خط تلفن است. باعث خوشنودی و سرفرازی ما جوانان خوش اقبال است که امروز در شهر عزیزمان کنیبادام رادیو کند اف ام به فعالیت شروع نمود. این رادیو برای ما جوانان که شعله مهر روزنامه‌نگاری در قلب ما فروزان است، باز هم امکانیت‌های بیشتری می‌دهد تا از نوسکی‌های کسب روزنامه‌نگاری خوبتر آگاهی پیدا نماییم. و من به تمام جوانان شهر دعوت و عمل می‌آورم که با رادیوی کند اف ام همیشه همکاری داشته باشند و سویه دانش خویش را باز هم بلندتر بردارند. کنیبادان واقعا هم در منطقه وادی فرغانه، در حوزه غربی وادی فرغانه می باشد و در منطقه جایگیر است که با کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان هم مرز است و ما باید که فضای اطلاعاتی همین منطقه را با بهترین برنامه‌ها به زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و زبان فارسی تاجیکی باید پر سازیم و باوری دارم که همین قلمکشان جوان، ایجادکاران جوان که نخستین قدم‌های خود را در جاده روزنامه‌نگاری می‌نهند و دستگیری پیران کار، البته صاحب جای کار، صاحب هنر، صاحب کسب می‌شوند و من بعد با بهترین برنامه‌های خود فضای اطلاعاتی را پر می‌سازند.